و اینک نوبت تبریکاتی در رسید و امروز در مهمانی ما و شما یک گروه بسیار هم شناخته و آوازدار جمهوری، گروه هجنگاران با رهبری برادر عزمان سعید جان و دوستی عزمان جورخان، گروه شکرخند در مهمانی ما و شما هستند. یک قرصک میزنیم و به نزد بلندگویک آنها را دعوت میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. استاد عزیز سلامت سربلند باشید، تنسیت باشید، خانه آباد باشید. السلام علیکم مردم مهمانواز باستانی شهرک حصار. باور کنید در کجای باشم همه حصاری ها را تعریف میکنم، دوست میدارم، در حقیقت مهمانوازم. زنده و سلامت سربلند باشید، خانه آباد باشید، مبارک شما خیلی تویا. در گذراتان توی میشده. ما اومدیم یک خرسکی بلند برای شوکت جان اینجا بیا جورا. اکنون من یک قصه را میگم. یک کینو بود به نام دامال ملای زمانوی، ملا کلاس. اما جا یک قهرمان بود، شیوت نام داشت. این شوکت جان که داده رای بسیار دوستش میدارم، شاگرده. اینجا شاگرده ما بسیار هم به همین خاطر بسیار که دوست میداشتم به نام همین ماندم شوکت. شوکت هم خوشبختانه روسیه رفت، کینو به یغما رفت، مرد، گرینی بانکرات شد. با من شوکت جان آمده به فکرم سرش میکنیم. بعد ایتو رفتن دیگه عروسی زمانویش کردیم، ما که کردیم نشید، این آمدی اکی دوامش میتونیم. مبارک شما شوکت جان. چه جوره؟ این روسیه برای چی رفته بودی؟ برای کار کنی، برای زمستان نفت گذارنده نه؟ ملادیز جوره. اخدا گرنده بچه دانوایی. لیکن کلیقات رنگ هم شوکت کینه ملاکیله سر. پدر کنی هم پدر اکی اکرمالی بودن، اکبرالی هم. من خواهش میکنم یک قرصک زنی پدر و مادر همین داماد پیش ما بیدن. یک قرصک صمیمی. اکی اکبرالی بیایید در شما جانم. امروز ما خانه شما در که باور کنه هر روز نیستیم، همین روز به خاطر دادر اومدیم. همین زندگی پوری مشکلات و کمبودی هست. باور کنه یک مشکلاتی بود که من اومده باید نمیتونستم، لیکن بزرگی همین دادر، بزرگی تربیه همین دادری من ما رو همینجا وارد. اینجا شاگردا بسیار ما کوشش میکنیم کوتاه گیریم. امرالدین میرزایف یکی از بهترین سرایندگانی که امروز با آواز شیرین، لحن شیرین در خدمت مردم تاجیک است. امرالدین میرزایف، شهباز جان، خب امیر جان دادری عزیزی من. باور کنه همه شاگردا هم. من ای برادر این روز صورت گرفته. من چی نام داری اکا؟ جمعه؟ کی؟ خوشبخت؟ جمعه؟ اکا جمعه جان صورت گرفته بدرون 15 سمی گفتم دو صورت گرفتی 30 ماه؟ هفتهش 20 ماه مرا 20 خیلی نداره؟ خیلی چه داری که درس که بستگی بیا بس اینجا زیده باشه. شوکت جان مبارک باشه. پدر رو اومدن کنیم پدر رو من خواهش کردم بیاین. خیلی ایچ گفت نگه مهمون ها اینجا ما گفت زده استیم بخی اون مردک در اونجا خیلی کی قالین آوردگه کی پلاس کی قالین آوردگه کسی قالین آوردگه یک ساعتی دیگه وقت رو بازار رقصنه، کسی پلاس آوردگه وقت هم بود شد برای آساس کرد. شوکت جان یک بار دیگه مبارک شما. خداوند فرزندای صالح و صالحه عمری دراز با برکات و رزق فراز راه صراط المستقیم نصیب تو. مبارک شود. علی قرصکا برای تو ای زنده باشه. شوکت جان من یک تا حافظ آوردگیم جوره همه خدمه خانکی اگه بعد یو با امرالدین میرزایف نوبت میتیم. اول او خونه گیزل آباد میکنن. این همی بچه تو ویسا نگاه کرده چاک واقعی یا خطگون که چو میگنی خوی او را میجی خیوخی یا این داده را بعضی خیلی بعدی شهر بعدی هم میگیریم و خیلی میگیریم برادر من خطه زکاز کرده می داده ایمای پلا ایمای میگیری. یکی از حافظان بهترین تاجیکستان خدم قربان نه ما گفتنی بودم که خدم قربان از زور چی رو گوشت که؟ جورخان سفر رو در خدمت ما شما
акаҷон ака акбарали як инсони бисёр меҳмонавозай шавкатҷон додари май ҳама хеле мехони ки ака ҳамин ҳар бори хондагӣ $100 мебандута зинда бош ака зинда бошед ман ҳамин кофтум ба язуг омадам ин амиҷа омадам ки амиҷа чӣ буд амиҷа амиҷа надонистам амиҷа надонистам амиҷа омадам рости гап охир меомади амиҷа мегуфти марказҷони савдои бобо маркази савдои бобоҷон маркази савдои бобоҷон омадам амиҷа ра ба амиҷа ёфтам омадам салому алайкум бародари азиз чанд кашта находам овозам ҳам қамқин нушан шидагия ки я намуд мехом ки рақс кунем айно рақса ки нагар ман намехом дига оли ман музикаи ҷур кунам музикра мая рақс мекунам барои духтарам бобора бобин ҳавора мебора намебора бобора бобин ҳавора мебора намебора дар хонаи шафқатҷон борони сахт мебора дар хонаи шафқатҷон ака инак метарсам сибиё ман кнопкаро наҷиқиди блютуз лӯй мешавам ака да бузурги ҷонам ака ҷурахон буди ҷурахон ака ҷурахон не ман фаҳмидам ака гӯш ки мара охи ман рақс мекунам инҷа бародаро қатӣ ман рақс мекунам ту як суруде бихон ки камтар ой бародар и бобро инҷа да бо ҳали ҳофиза амридину шаҳбозу ای کلاوردم نبودی ماندم از سری اومدی نگاش نکردی جانه در علم گشت ازار کلاوردم نبودی ماندم از سری دیوار اومدی نگاش بنوزکا آمدی پی قدم تخیلا گرسید نگاش نکردی جانه در علم گشت ازار کلاوردم نبودی ماندم از سری دیوار آمدی نگاش نکردی جانه در علم گشت ازار ببرا ببین هوارت میبارن میبارد ببرا ببین هوارت میبارن میبارد در حملی شفقت جان بارانی سخت میبار برادر عزیز در زبان جان وطن جایخان شعرها زور همون شعر زور رو نکنم دوام بشه از فرون داریکان هوا میبورن نمیبورن ببینم هوا همه خگم یکم خیلی میاد از زبان رو میخونم یکم ریز بگیرم ریز کتیم خونم ریز کتیم یا ریز بگیرم حافظا پرن همین ریز میشه به زبان همه چه ریز بگیریم ریز کتیم میخونیم مخیر برادر تو باید چارخیز بگیری قبل بلبل قفس میانی آتش عجب است بلبل سوزد و قفس نسوزد عجب است بلبل سوزد و قفس نسوزد عجب است زنو کدگیره قطعه همین شیرخانی همین عکای اکبرالی خر داره در جا بستگه ایشه این همین رای میتر سری میگذه ای بچه تو نخود بچه بزی کسی در کنی کفتاری آخی این چی سرو داری نخود تو برای دنبال دل نمیجومه خیلی دل نمیجومه اینجا پوری حافظ هم میگو سرو ده الان بخور رقص کنم یا دفت میکنم بیا تا این دیسکی بخورو این دیسکی؟ این دیسکی تا بخورو تو دیکی را نمیدم بیا خیلی بخون چی با؟ بابا بیا میرا بگیر از پول ما ای جب سکهو سهه ای سارا زمانا جب سکهو سهه ای سارا زمانا نیا نیا ہوتا ہے پرانا پرانا نیا نیا ہوتا ہے پرانا پرانا جب سکهو سهه ای سارا زمانا جب سکهو سهه ای سارا زمانا نیا نیا ہوتا ہے پرانا پرانا او نیا نیا ہوتا ہے پرانا پرانا لا 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 لا
اونا حکی تر او برم چرا؟ من نه اوقاتی اوتای مگم براز کده سبگم اوکی اکا همین سرود همی با بروبین اگجای که در کلا پیدا بشه اوکی اکا نه تو نخ همین گوش کن برو ببین حواره یا بردیگه میرا میخونی بگروبونی حواره اکا اکبرانی جره است همه برورم بیروشن نخونم بیبان اکا ما سروده خوشون میدانم بود یک کن که اگجای که پیدا بشه نخواه ایتیماز برادارم بیاده حفیظی گرن هم باید تو بیا سرکوی بلند یار منزلم نیست ماسوما سرکوی بلند یار منزلم نیست ماسوما علم های تو در دلم نیست ماسوما ماسوما سلسله دار لبی آستی تفندار ماسوما سلسله دار لبی آستی تفندار من رسدی خطار ماسوما بری مزار برای ماسوما ماسوما چون ماسوما ماهی تابان ماسوما عشقی سوزان ماسوما ماسوما چون ماسوما ماهی تابان ماسوما ماسوما گل بدامانی تویم ماسوما سلسله دار ماسوما گل بدامانی تویم ماسوما سلسله دار گبرا ببین ببارن ببارن نه ببارن گبرا ببین جبه که شغلو شغل دپه زیان میخپن کنه تو سوی میکنه جبه تو عقل داری نداری برادر نه بیداره او من تره گفتم برادر بگرو بومی هواره نخواه ما قطعی اکرم نو رقص کده سبودیم لالی های آش نو اومده استن قطعی سروتی از آش میگردونن میکروفونم همینجا در پدالی کنیزه نکه گوش کن بدونی چی ما همین قصوبه را راست میبینم ما همین کلمه او پدیشتگه او پدیشتگه دا من همین شعر پرایی همین حفیظه های شویرو های همیو خیلی اگه خیلی پیسو با حسده نشته اگم دا کم خیلی زورو همین حفیظه کم خیلی ها گفتن که مشتی نکشی هی جمع تره یسو حسد کنی آوردم تو ماده چی؟ برادر چه کنم میره؟ ببخشه زنشه دف کنش های مرکه برادر نمیشه بای خیلی چه نمیشه یوس دسته کم شب سروده نگاه کچکل میخونه هایتا سر کن تو مرقص بکن ای دادری جان آخرش نقطه دوره ای شوکت جان توی مبارک باشده یک چسب بگی آخی ای شوکت جان توی مبارک باشده استاد همه در گردی تو مبارک باشده یه بله رفته ببین مبارک چه من بگیری؟ چه من بگیری؟ این کامپیوتر نمی آدم هم ویروس میگذشه مگذره برادر الان میخوایی مگذره ویروس فهمیدی؟ بیاد ایچیموز توی جزیر کردیم همجه برادر امیر جان هستن برادر عزیزی ما امیر جان هستن علبت اکه تبریک با امیر جان وقت نبال بیتیم میخونم ما که برادر یک شوخی حاضر بود امیر جان تکلیف میکنیم که شاکر جان میگه ما هیچ زمان هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زیباری هیچ بر هیچ مت هیچ تو نیکیزی آدمی چی میماند و بس مهر از تو محبت از تو باقی همه هیچ من همی شفقت دادر ما های باور کنید این فرزند ما های دادر ما های ما یک جا هستیم هر وقتی که میره و میام از ما را خبر بگیره تبریک میکنیم بگذار که همیشه خوشبخت باشید خرسند باشید زندگی شاهانه با تو نصیب کرده اما وقت در زندگی دستی کم نبینی خدا من نگهبانت باشه شوکت جان سلامت باشه یک قرصک بدنه باره شوکت جان نگاه جا پرم نوایی تو نوایی دلربایی تو دیرم چون
چشمم جوشد شنیده نغمه های تو، گهی شیدای حیرانی، گهی از غنچه خندانی، با وصفی جیبه گلها سرود شوخ میخوانی. بخوان ای بلبل خوشخوان برار آواز خود از جان، بزن در کوی ما چک چک با آوازت. ای حافظ شوم قربان، شوم قربان. مرحبا. تشکر بسیار. یک قرصک میزنه برای گروه شکرخند. زندگی تا مانند شکر شیرین باشد، خرسندی ها نصیب خاندان شما باشد.